با درود. ما الان احتیاج به اتحاد داریم. احتیاج نیست که ما یکی بشیم. یکی شدن یعنی فقط یک عقیده داشته باشی، یه فکر. نه، ما الان احتیاج به اتحاد داریم. یعنی تمام اپوزیسیون ها باید یکی بشن. یعنی ما احتیاج نداریم که هر کسی یه لیدری رو که داره لیدرشو دستشو بگه تو دستش لیدر رو بگه آره من اینو انتخاب میکنم. ما الان انتخابات نداریم. ما الان بلا نیست الان تعیین کنیم برای سیستم آینده کی مدیر باشه یا کی میخواد چی کاره بشه. ما الان باید ایران رو نجات بدیم. متوجه میشید؟ ما احتیاج به اتحاد داریم. برای اتحادم باید اطلاع رسانی نمیخواد بکنیم. الان دیگه دنیا میدونه. بالای 8-9 میلیون ایرانی در سراسر دنیا پراکنده شدن، صدای ایرانی ها رو رسوندن. تمام دنیا هم میدونن. ما خودمون باید کاری بکنیم. ما باید خودمون نجات بدیم. نگاه کنید الان خود ونزوئلا تمام اپوزیسیون یکی شدن. ماچادو الان به عنوان یک لیدر، یک به گفتنی یک سرباز داره می جنگه. هم دنبال دموکراسی هستن. ما باید فقط فکرمون دموکراسی باشه، نه اینکه بگیم ما اینو میخوایم، ما اینو میخوایم، این باید مدیر. نه، ما الان مدیر انتخاب نمیکنیم. وقتی که دموکراسی برقرار شد، وقتی اتحاد پیدا کردیم، ایران آزاد کردیم، اون موقع آزادیم حرف بزنیم. هر کس نماینده‌شو انتخاب میکنه، میفرسته در دسته گروهی انتخاب میکنیم کی مدیریت من. بعدم مدیر که انتخاب کردیم، مملکت نمیسپاریم دست مدیر رو بریم. نه، تو صحنه هستیم مثل تمام اروپایی آمریکایی. نگاه کنید هر روز و هر هفته باید جلوی رسانه‌های گروهی بیان به خودتونی رئیس جمهور و صدر اعظمشون چی باید بیاد جواب بده که چیکار کرده، وعده‌هایی که داده و عمل کرده یا نه. و عمل یعنی شفاف سازی. یعنی مواظب باشیم شفاف سازی همینجور باشه. نگذاریم بگیم خب این طرف کارشو انجام میده. نه، اطمینان نکنیم. اعتماد خوبه، کنترل از همه چیز بهتره. به قول اروپایی‌ها باید کنترل داشته باشیم. هم میخواد هر کی باشه پادشاه مملکتم بود، باید کنترل داشته باشیم. نه اینی که بگیم خدا شامیان. با درود دیگر به درود، موفق و پیروز باشید.